بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستای گرامی، درباره هجرت حبشه صحبت خواهیم کرد. آیا هجرت به حبشه این برای حمایه دعوت بود یا دعوتچی ها؟ یا به اصطلاح دیگر آیا غرض از این هجرت، قصد از این هجرت حمایه دین بود یا که حمایه دیندارها بود؟ سوال دیگری میام میاد که اگر این گروه مسلمان ها در مکه ریشه‌کن شوند، اونایی که تنها خدای تعالی رو میپرستند، اونایی که لا اله الا الله میگویند، اگر اینها ریشه‌کن شوند، این دین را که دین عالمی هست، رسالت عالمی هست، به دیگران کی خواهد رسوند؟ احتمال زیاد همین سوال ها خاطر پیامبر علیه السلام رو پریشان میکرد. بنابراین وقتی شکنجه ها بسیار شد، وقتی آزار و اذیت بسیار شد، پیامبر علیه السلام در نقشه شدند. نقشه‌شان این بود که این گروه مسلمان را چگونه نجات دهند، چگونه برای دعوت یک مرکز دیگری کشایند، یک مرکز ذخیروی، یک میتون گفت یک فیلیالی برای این کشایند، تو اینکه در حالی اگر مسلمان های مکه سرکوب شدن خدا نکرده، اگر مسلمان های مکه ریشه‌کن شدن خدا نکرده، اون مرکز دیگر فعالیت پیامبر علیه السلام، فعالیت نشر این دعوت را به عهده گیرد. بنابراین یک نقشه خوبی کشیدند. نقشهشون عبارت از اون بود که یک گروه مسلمان ها را به یک زمین، به یک کشوری سرزمینی که امن‌تر باشد، آزادتر باشد، با اونجا فرستادند، فرمان دادند. ببینید برادر عزیز، اینجا هجرت کردند و هجرتشون یک اینکه به حالت طبیعی بود. یعنی الله تعالی میتونست که اونها رو به فرمان کن فیکون خودش از مکه گیرد، به حبشه برد، از مکه گیرد به جای دیگر برد. اما سنت تغییر، سنت الهی در تغییر جامعه و در تغییر جمعیت ها این است که باید به روش طبیعی رود. اگر این سنت تغییر به روش طبیعی نمی رفت، برای آنهایی که بعدتر می آیند و عین همین مشکلی بولی سراشون می آید، اصلاح آن مشکلی ها، یعنی که تغییرات وارد کردن، برای آنها خیلی مشکل می شد. تغییر جامعه برایشون خیلی مشکل می شد، چرا که معجزه نه برای همه داده می شود. زمان پیامبر بود ولی معجزه شد، مثلا اینها سنت تغییر به همین روش معجزوی پیش رفت. اما اونایی که بعد از پیامبر، بعد از 100 سالها، بعد از 1000 سالها و بعد از 1000 و چند صد سال پیامبر می آیند و بالاشون این مشکلی می آید، بیناشون پیامبر نیست، چگونه باید گوییم که تغییرات شود در جامعه؟ بنابراین الله تعالی سنت تغییر را در جامعه ها با راه طبیعی پیش می برد و یکیش همین هجرت است و صحابه ها به همین زمین حبشه هجرت کردند. چرا پیامبر حبشه رو اختیار کردند؟ حبشه چه ویژگی داشت؟ در حالی که میشه که در اطراف مکه و در خود در نیم جزیره عرب قبیله هایی بودن که میتونستن مسلمان ها به اونجا پناه برن. چرا به اونها پناه نبردند؟ به حبشه پناه بردند. یعنی برای اینکه قبیله هایی که در اطراف مکه بودن، قبیله هایی که در نیم جزیره عرب بودن، همگی اونها بت پرست بودن، یعنی که همدین با این ظالمای مکه بودن و احتمال زیاد بود که اگر مسلمان ها به اونها پناه میبردند، اونها به سبب اونکه بسیار احترام زیادی به قریش داشتند و قریش اهل الله میگفتند، قریش اینا در خانه خدا هم جواری دارند، همسایگی با خانه خدا دارند، به همین سبب بدانستند که مسلمان ها رو با اونها سپرند. بنابراین پیامبر گفتند که این نقشه نمیشود. مثلا احتمال دیگر به یمن، چرا به یمن نرفتند؟ برای اینکه یمن یک سرزمینی بود که زیر استیلای فارس ها بود. فارس ها شاید نمیگذاشتن که این یک زمینی که زیر اداره اونها هست، نباید در اونجا یک دعوت نو برد، خصوصا دعوتی که مردم به اصلاح دعوت میکند، مردم به پیروی از دین خدای یگانه دعوت میکند. بنابراین یمن هم یک زمینی نمونوی نبود برای مسلمان ها. مثلا عراق هم گیریم به همین شکل بود، چون که قبیله هایی که در عراق زندگی میکردن، اونها گرچه که نیم آزاد باشند هم، یعنی بنا مستقل باشند هم، یک جهت تبعیت از حکومت ساسانی ها رو داشتند و ساسانی ها هیچگاه نمیگذاشتند که زیر بینی اونها یک حرکت نو پیدا شود که همه عرب ها رو در آینده احتمال متحد کنیش است. وقتی که اونها متحد شدند، دیگر دولت ساسانی به خطر میماند. اینچنین این وریانت هم وریانتی نشدنی است. به همین نزدیک وریانتی مثلا مردم شام، چرا به شام هجرت نکنندن؟ با وجود اینکه اینقدر علاقه های تجارتی با شام خوب بود، مردم عرب با اونها آشنا بودن. برای اینکه شام زیر نفوذ بیزانته بود، اونجا نیز یعنی که آشکارا فعالیت کردن صحابه یک جهت مشکلی داشت. مصر هم عیناً همه خیلی، گرچه که مقوقس مصر
یک استقلالیت شکلی داشت اما تابع بیزانته بود و کلیساش هم تابع کلیسای لاتونی بود و به همین منوال. بنابراین حبشه یک نمونه مثالی بود، یک دولت مستقل بود که به یگان دولت تابعیت نداشت، فقط از جهت دینی و از جهت کلیسایی تابع همین کلیسای مصر بود. اما به چه سبب حبشه اختیار شد؟ به سبب اینکه حبشه یکمش که از مکه خیلی دور بود و برای اینکه از مکه به حبشه روند باید راه بحری رو طی می‌کردن که اون زمان خیلی این راه مشکل حساب می‌رفت. غیر از این اونجا یک دولت مستقلی بود که تابع یگان دولت دیگر نبود و یک دولت میتون گفت که مقتدر هم بود که دولت‌های اطراف یا قبیله‌های اطراف حساب او را می‌گرفتن. بنابراین و علاوه بر این یک شاه عادل داشت، چون که پیامبر وقتی صحابه را فرمان دادن که به حبشه هجرت کنن گفتن که به حبشه روید که اونجا یک شاهی هست که در نزد او کسی ظلم نمی‌شود. یعنی برید اینجا دینش نگفتن، دینداریش نگفتن، فقط عدالتش، از عدالت و از ظلم نکردن و ستم نکردنش صحبت کردن. اینم خیلی یک نکته مهمی است. یعنی هجرت چی است دوستو؟ هجرت این ترک کردن سرزمینی که کفر است، در اونجا ظلم است، ستم است، با سرزمینی که اونجا اسلام است، یا اینکه آزادی است، یا اینکه امن و آرامی است که انسان میتواند شعائر دین خودش آشکارا اجرا کند. و اینم کار آسان نیست. یعنی هجرت این ترک وطن است، ترک خانه است، ترک تجارت است، ترک یار و دوست است، ترک خشتبار است. یعنی از همه اینها دل کندن است. صحابه ها مثلا گریم وقتی هجرت کردند اونها میدونستن که یک سرزمینی میرن که زبانش دیگر است، اقلیمش دیگر است. شاید اونجا اقلیم گرما هست یا اینکه سرما هست، شاید اونجا عرف و عادت‌های هست که با عرف و عادت‌های اینا فرق میکنند. یعنی همه این فوارق، همه این مشکلات، لیکن اونها فقط یک نیت داشتن که این نیتی اونها همین دعوت را، مرکز دعوت را کوچاندن به یک دولت دیگر، یک دولتی که امن است، آرام است، تا اینکه توانند همین کاری که پیامبر علیه السلام کرده بودند در اونجا دوام دهند. یعنی میتونم گفت که یک بسیار قرار مشکلی است. شاید که اونها به یک دولت هجرت میکردن که از سطح اقتصادی که اونها زندگی میکردن پستر است. انسانی که در رفاهیت تربیت یافته است، انسانی که در سیری و پوری یک اقتصادی خوب به یک جایی میرود که اونجا شاید اقتصادی خوبی نیست، زندگی خوبی نیست، زندگی ویران است و همه این را فقط برای الله تعالی تحمل میکنند. و یک چیز دیگر است که مسلمان فقط رزق خودش را که از الله تعالی میداند و الله تعالی هر باری که درباره هجرت گپ میزند درباره رزق توأم رزق را با هجرت ذکر میکنه. مثلا الله تعالی گفت و فی السماء رزقکم و ما توعدون. یعنی مسلمان ها خوب میدونن، درک میکنن که رزق آنها در آسمان است، در زمین نیست، در آسمان است. الله تعالی رزق آنها را از آسمان میفرارد. کجایی نباشن همون نصیبی که الله تعالی برای آنها نصیب کرده است میآید. یا اینکه در جای دیگه الله تعالی گفت و ارض الله واسعه، زمین خدا وسیع است. یعنی معنی اینکه مسلمانان رو به هجرت ترغیب میکرد. یعنی خودتون اینجا نمانید، چرا که اینجا سبب فتنه شدن شما هست، سبب از دین گشتنتون است، بالای شما مشکل آمدنش است، بالای این شکنجه و اذیتی که بالای شما میشود احتمال است که یکی از اونها از دین میگشتن، احتمال است که اونها پشیمان میشدن از اسلام واردشون، نعوذ بالله. بنابراین هجرت این یک کشایش برای مسلمان است که وقتی که نمیتوند که شعار دینی خودش عملا تطبیق کند در یک جای دیگری میرد که میتوند که شعار دینی خودش عملا تطبیق کند. و صحابه نیز برای همین با دستور پیامبر علیه السلام به حبشه هجرت کردند. سوال گذاشتیم دوستان عزیز که آیا هدف پیامبر از فرستادن این مسلمان ها به حبشه حمایت دعوت بود یا حمایت دعوتچی ها بود؟ یعنی این خیلی مهم است. آیا اینکه اینجا وقتی این اول 14-15 نفر هجرت کردند، در هجرت دیوم 83 نفر مردهای و 19 نفر یا 18 نفر زنها هجرت کردند، آیا هدف از کوچاندن این یک گویم که گروه بزرگ مردم به اونجا چی بود؟ با دقیق نظر کردن به ترکیب این گروه مردم به کدام قشرهای جامعه منسوب بودن اونها خوب درک میکنیم که مقصد از فرستادن ها این حمایت دین بود، نه حمایت دعوت. چرا؟ وقتی که به قشر اونها نظر میکنیم همه اینها از عائله های با ابروترین مکه بودن. عثمان بن عفان از عائله با ابرو، از بنی عبد شمس، یعنی ابو سلمه از بنی مخزوم. این
قبیله ابوجهل اعظم و با قوت‌ترین قبیله بود، نیرومندترین قبیله بود. عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، مصعب بن عمیر، یعنی اینا قبیله هایی بودن که خیلی وزن بسیار بلند داشتن در بین خود. لیکن در هجرت اول همین ها هجرت کردن و پیامبر به اینها دستور دادن و یک زیرکی سیاسی پیامبر ببینیم که از هر قبیله یک نفر گرفتن. از همون 12 قبیله بزرگ مکه یک نفری گفتن تو هجرت میکنی، تو هجرت میکنی، تو هجرت میکنی و اونها با زن و بچه‌های خودشون هجرت کردن. برای چی ما گفتیم که مقصد حمایت دعوت بود؟ برای اینکه این قشر جامعه که هجرت کردن همه اینا صاحب قبیله بودن. قبیله هاشون میتونست اونها رو حمایت کند، بدون که زیر حمایت خود گیرد. اما وقتی خوب نظر کنیم میبینیم که بین اینها غلام ها، انسانای بیچاره، انسانی که حمایت نداشتن خیلی کم بودن. قریب که نبود بینشون خیلی انسان. بازم میگم که مقصد حمایت دعوت چی میشد؟ یکم باید هم بیچاره غلام، بیچاره که صاحب ندارد، انسانی که از دیگر قبیله اومده که از در مکه زندگی میکند، اول اونها رو باید پیامبر میبردن. اما پیامبر کی رو بردن؟ اول اونایی که از قشرهای بلند جامعه بودن. معنا اینو داشت که اونها می‌خواستن که در حبشه یک مرکزی تشکیل کنن که مرکزی نشر اسلام باشد، یعنی خانه دوم اسلام باشد، فیلیال مرکز دعوت مکه باشد. یا نقطه دیگر، این از هر قبیله یک نفر اختیار کردن همچون یک هیئت نمایندگی از مخالفای قریش اعتبار داشت. چون که وقتی اونها به این هیئتی نمایندگی رفتند که از هر قبیله هست، یعنی نجاشی هم، وزیرای نجاشی هم خوب فکر میکردن، عمیق فکر میکردن، میگفتن که آخه اینها یک توده جنایتکار نیستن، اینها یک توده شورشگر هم نیستن. اینو بینن عثمان از بن عبدالشمس است. حتی دختر ابو سفیان ام حبیبه نیز هجرت کرده بود. ابو سفیان یکی از پرچم بردارای ضد اسلام بود و یکی از شخصیتایی بود که خیلی میخواست اسلام پیش بگیرد. دختر خودش هجرت کرد. یعنی اینجا یک توده غلامای سرکشی، غلامای یاغی که علیه خواجگاه خود شورش کرده باشن، نه، بلکه انسانهای اشراف، انسانهای نخبه، فرزندای همون اریستوکرات های مکه بودن، فرزندای به اصطلاح الیگارخ‌های بودن که مکه رو با پول و مال خود اداره میکردن. سیاست و اقتصاد مکه در دست اونها بود. اما فرزندای اونها چی کردن؟ هجرت کردن. این یه معنای چقولی داشت و برای تاثیر رساندن برای اهل حبشه نیز خوب بود. چون که اونها وقتی اینها رو میدیدن میگفتن که خیلی اشراف زاده هستن. یعنی معنیش نیست که اونها اگر درست باشد شورش هم که باشد، شورش اونها شورش اقتصادی نیست، برای پول اونها شورش نکردن. یعنی یک چیز دیگر، اونها برای فکر خود، برای اندیشه خود علیه قوم خود برآمده بودن. هجرت این گروه مردمی اشراف در بین قریشی ها یک زمین لرزه به وجود آورد که از هر قبیله، یگان قبیله دیگر متهم به اسلام گرایی کردن نمیتونست، با پیروی از محمد کردن، چون که از هر یکی اونها یک شخص برآمده رفته بود. اینجا با زیرکی سیاسی پیامبر علیه السلام رو میبینیم که توانستند با یک زیرکی، با یک پختگی همین هجرت رو به طور اداره کنن که مکه نتونن یک قبیله رو متهم کنن. این کاری هاشمی ها هست، این کاری مخزومی ها هست، این کاری فلانی ها هست. میگذاریم به سبب هجرت. دوستای عزیز، چرا هجرت کردن؟ ابن اسحاق، ابن هشام، ابن حزم اونو روایت میکنن که سبب هجرت یکمش دعوت پهن شد، مسلمانان بسیار شدن، یک، بعد بالا اونو شکنجه و آزار بسیار شد، بعد اون از ترس فتنه، و چهارمش برای خود خیلی گفتیم مرکز رو کوچوندن، یا مرکز احتیاطی برای مسلمانان باید باشه. و این نکته رو وقتی که به سیره پیامبر خوب نظر میکنیم میبینیم. بیاید یک خرانلوگ ترتیب میدیم. یگان روایت این است که پیامبر علیه السلام تو غزوه حدیبیه با انسانایی که به حبشه هجرت کردن دستور داشتن که به مدینه بیاین. چرا؟ ببینید مسلمانان وزنین ترین حال خودشون میگذاشتن در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ احزاب، یعنی که در خود همین حدیبیه، در همه اینها مسلمانان در وزنین ترین حال، یعنی قریب بود که مسلمانان ریشه‌کن شوند. اما پیامبر دستور ندادن که بیاید با ما همراه شوید. چرا؟ باز همون نکته اولی رو تاکید میکنه که پیامبر علیه السلام اونجا رو همچون یک
مرکزی ذخیره‌ای نگاه می‌داشتن که در حالی که آنهایی که در مدینه هستن، این بعد از هجرت مدینه، اگر مدینه نابود شد، مدینه ریشه‌کن شد، ما یک گویم که ذخیره دیگه رو در حبشه داریم که اونها دیگر رساندن دین رو برای قوم‌ها، برای نسل‌های آینده به عهده خود میگیرن و بین اینها همیشه نامه نوشتن و نامه گرفتن وجود داشت. پیامبر نامه نوشته می‌رسیدن برای اونها. یعنی همین 5 سال اولی که پیامبر در مدینه بودن خطرناکترین سالها بود. فقط احتمال هجوم دشمن وجود داشت، احتمال ریشه‌کن شدن اسلام وجود داشت، احتمال ریشه‌کن کردن پیامبر و پیروان پیامبر وجود داشت. با وجود این پیامبر اونها رو دعوت نکردن و فقط بعد از اون که غزوه احزاب شد، در غزوه احزاب میتون گفت که یک پیمان بین المللی از قبیله های گوناگون و از دین های گوناگون، این پیمان نفتن پیمان عربی بود، جو یهودی هم همراه شده بودن و قبیله های گوناگون همراه شدن. پیمانش از 10,000 نفر لشکر عبارت بود که هر یک قبیله مجبور بود از بودجه خودش تامینات این عسکرها را دهد، فقط برای خاطر چی؟ برای خاطر مدینه رو ریشه‌کن کردن. وقتی اینها دیگر مغلوب شدن، پیامبر علیه السلام گفتند الان نغزوهم ولا یغزون، دیگر اونها دیگر توان ما رو به ما هجوم کردن ندارن، آینده ما فقط به اونها هجوم خواهیم کرد. یعنی دیگر ما دست بالا میشیم. بعد این واقعه بعد 1 سال صلح حدیبیه شد که صلح حدیبیه معناش چی بود؟ اعتراف کردن دولت پیغمبر، اعتراف کردن پیامبر، اعتراف کردن مدینه همچون یک قوه. اونها مدینه رو همچون یک قوه اعتراف کردن و امضا گذاشتن و اونجا صلح 10 ساله امضا کرده شد. تنها بعد از اون که این صلح به اجرا در آمد، بعد پیامبر به اهل حبشه نامه نوشتن که شما میتونید به مدینه بیایید. یعنی اونها تقریبا 15 سال یا 14 سال در حبشه زندگی کردن، همون آدمایی که هجرت کردن. در دوام 15 سال پیامبر یگان بار اونها رو دعوت نکردن. وقتی که دیگر که پایه‌های دولت مدینه استوار شد، پایه‌های امت در مدینه استوار شد، دیگر خطر ریشه‌کن کردن نموند. بعد از اون پیامبر به اونها نامه نوشتن و اونها در دوام 1 سال یا 9 سال از حبشه آمدن و اونها هنگام وارد مدینه شدن که پیامبر در جنگ خیبر بودن و اونها بین به درجه اشتیاق به دیدار پیامبر داشتن که وقتی مدینه وارد شدن خبری به خیبر رفتنشون فهمیدن، همگی به خیبر رفتن. و پیامبر هم حدیثی مشهور است که وقتی جعفر اومد، جعفر از جاشو خستن، جعفر بوسه کردن، با آغوش کشیدن، گفتن که نمیدونم که به این فتح خیبر خرسندی کنم یا اینکه به دیدار جعفر. دوستان گرامی، هجرت حبشه 2 بار شد. هجرت حبشه اول و هجرت حبشه دوم. سبب هجرت دوم چی است؟ ان شاء الله در حلقه آینده گفته میگذاریم. ان شاء الله به طور مختصر میگیم و امیدواریم که از این حلقه شما فایده گرفته باشید و الله تعالی شما رو در پناه اسمش نگه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.